به نام یاد خدا. سلام، من احمد سمیر بهرام هستم و امروز در خدمت خانواده قرار داریم که میخواهیم از صحبت‌هایشان، چالش‌ها و امیدهایی که در دل دارند با اینها آشنا شویم. البته هدف از برنامه این است که سخنان و حرف‌های عزیزایی را بشنویم که شاید در سکوت روزمره اینها فراموش شوند، اما صحبت‌های از اینا و چالش امیدهای از اینا میتواند که الهام بخش و پندآموز و خیلی ها باشه. چنان خواهر عزیز ما را میبینیم که با پای معیوب در جاده‌های کابل در تلاش این باشه که یک لقمه نان حلال پیدا کنه. رای دیگر نداره، بالا میریم زینه است، پایین میریم زینه است. مقصد هم زینه آمدیم. اگر رقم 4 وقت باری اگر رقم اما تو 6 تا تماشیم. اگر رقم مجبور میدونی چگس بالا میشه؟ آب چگس هم بغلمون میگیریم تو کنلخشک تماشیم دیگه هست تماشیم. پس میشه والا 150 200 تا 80 پر میشه. شکر با خانه میده چیزی که روزی امروز بکار بود امرو میاریم، یا برنج کار بود کم یا زیاد یا روغنش اصلا اقتصاد است دیگه. هر چیزی کار بود در روخ ما اولا میگیریم. بگویم دیگه آینده این تیش رفتار از این سی 1 سال است چاره نیست دیگه. میولد رفتار است تداوی کنن این قسمت پای پایین حالتش این تو است. تداوی میشی امکانش هست گفتن بله. خب